ما حکومتی کثیف هستیم، افراط اونور یا هر نوع افراطیگری که تیم اونور به ما میگه حکومتی کثیف، وطن فروش هم میگه. افراط داخل چی میگه؟ وطن فروش. هی دنبال اینم ما رو اخراج کنند. اونورم دنبال اینه که ما برویم اونور، مثلا ما رو خانواده و همه چیز رو که وسط میگذارید یه کاری بکنن. بابا کله رو ببرید تو زندگیتون، فوکوس بذارید رو زندگی. کلا یک بار فرصت به هر بشر داده شده است که در این کال بود، حالا در این کال بود، همین یه بار زندگی رو داریم. بابا چمونه؟ چی شد که اینقدر همه چیز رو تیم کش بازی کردیم و هزار تیکی شدیم؟ چرا باید همچین چیزی بشه؟ چرا باید اینقدر راحت آدما، خانواده، زندگی، همه چیز اونا رو بذارید وسط و هر نوع نظری که بخواید، هر تحلیلی که بخواید واسه خودتون داشته باشید؟ حالا برید تحلیل های خود رو بعد از این ویدیو داشته باشید. به به، یه بمب دیگه ترکیده شد. تا چند روزی ما وسطیم، خانواده‌مون وسط، شما هم حال میکنید. ببین، من نه طرف شما نه طرف آنها، من طرف هیچ کدوم نیستم. من طرف فقط یه چیزم، زندگی. طرف یه جان، ایران. عشق من ایرانه، اینو که خودم میدونم. عیز من، واسه همینه که اینجا دارم زندگی میکنم. عیز من، میتونستم هر جایی که میخواستم در تاپترین لول زندگی کنم، هر جا که بخوام، ولی اینجا وایسادم. چرا؟ با همه سختی هاش عاشق اینجا، دوست دارم اینجا بمونم. I love you guys.